تاج سرم، ای امید و باورم. تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من. تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی. تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم. آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم؟ من با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم. میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من. تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی. تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم. آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم؟ تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی. تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم. آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم؟ در بحر و برم گوهر یک تاس نبیره. در باغ سخن بلبل گویاست نبیره. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان برنامه تبریکاتی شهنان. امروز ما در دهه آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن دخترک نازنین خاندان از نام نگینا جانشان که در شهر مسافرت هستند، برای تبریک کردن به خانواده اکمل بابا آمدیم. فرزند عزیز شاهرامجان سبینه بانو، نام دخترک نازنین مدینه بانو که امروز جشن یک سالگیش را جشن گرفته ایستاده است، تبریک میگوییم از نام آنا جانشان. آن لحظه های خرسندی رو همراه شما با هم میبینیم. تیار باشید، اگر رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، مادران مهربان، زنبانوان، سارانه سلام علیکم. من خدا خواهد بعد از سالم سر کردیم، آغاز کردیم بزم‌های زیبا را باز هم خیلی روزهای خرسندی به اشتراک کنیم. مهمانان من امروز در این خاندان سرجم آمدیم برای تبریک کردن جشن یک سالگی مدینه بانو که امروز علاقه این دخترک نازنین شاهرامجان سبینه بانو نبیره شیرین اکمل بابا و نگینه خاله که نگینه خاله برای ما رساندن امروز خاندان ما بزم زیباست. من همین روز در حقیقت در دلم بود رفتنی بودم، صد افسوس که نشد، این امری تقدیر بود است، رفتن نتانستم. میخواهم که امروز رحمت خود را به تمامی آن مهمانان رسانم که به خانواده ما آمدند.
پیش از همه برای سارانه که سروبر خاندان من هستند، برای اوسانها که خواهر من هستند که این خیلی در روزهای خرسندی در تولد شدن نبیره ها، در روزهای زادروزشان هر روز در خدمت خاندان ما هستند. همیشه صحت سلامت باشند. امروز این مدینه بانو که از همه شهر زیباترین روی دنیا را نامش را گذاشتیم، دخترکی کلان شود، با عقل شود، با تربیت شود، مکتب ها رو با بهای اعلا ختم کند و البته صاحبی دانشکده های دولتی شهر سمرقند گردد گفته آنا جانشان دعا کرده فرستاندند. امروز من قلبا همراهی آنها هستم. حقیقتا هم من همراهشان صحبت کردیم. امکان میبود همین روز رفته من نبیرم آغوش کرده تبریک میکردم. هر بار در روز تولد شدنشان، در روز زادروزشان من در مسافرت هستم. خدا خواهد اگر حالا نبیره ها هم نیتم کلان است، از این هم روزهای خودسندیشان با رفته اشتراک میکنیم. حاضر باشد برای مدینه جان من، برای گوهرک چشم من همی سارانه خودشان میدونند که از دانکش هم مغزش شیرین بوده است، از فرزند هم شیرین تری دنیا این نبیره بوده است. مرحمت مهمانان، گذاریتون برزون مرحمت. از دانکش هم مغزش شیرین گفته نبیره را نام مینیهند و البته امروز برای مدینه بانوی عزیز، برای نبیره شیرین من رسانید که مبارک روز پیروزت، مبارک مبارک روز تولدت، مبارک تو امید در حیات آینده داری، تو فرزندی نکو در زندگانی، تو درد و غم را اصلا نبینی، شود عمرت دراز با نیکنامی. بگیر دعای بابای و پدر را، بگیر ساقه مادر و آن جان را، با مادر هم پدر غمخوار باشی، با خواهر جان خود دلیاب باشی. با تو گردد نصیب دعای مادر، فروزانت شود دعای پدر. تو را در حلقه دوستان بینم، شوی تو بر وطن صادق و همدم. همیشه خیش و تبار جمع شده امروز، تو را تبریک سازن با دل شاد گویان. امروز تبریک میگوییم. حاضر مدینه بانو را با نزد شاهرام جان سبینه بانو نزد کلیسای پدر مادرشان را تکلیف میکنیم. مرحمت مهربان بانو را تکلیف میکنیم. خواهرک خدا کند که شاهرام جان خاندانتان باغچه بچگانه شود، انم خیلی دخترک و پسرچه ها زیاد شود. در این خاندان سارانه ابیره ها را کلان کردن گیرید، آنا جانش از مسافرت این خیلی سورپریز ها را روان کنند. خدا خواهد ایرش باید دوتا دادرک زیاد بیارن برای امروزه مدینه و مهربان بانو. همیشه روزهای خرسندی و خدمت کنیم. روزی زادروزی فرزند مبارک باشد، مدینه بانو کلان شود. کلان شود و گوید که آلوچه گل بادام، من نبیره بابام شیشته چای نشن، من چای ریزکی بابام گفته در خدمت اکمال بابا و امیر بابا شود. همیشه خدمتکار ارمی خانواده باشد میگویم. زادروز مبارک، روزی خرسندی را مبارک باد میگویم. حاضر از نام آنا جانشان از مسافرت انگشترین طلا را برای امروز مدینه بانو تیار کردیم. مرحمت سارانه یک خودتان میگذارانید برای امروز مدینه بانو. مرحمت توفه میسازیم. مهمانان قرصک میزنیم. زادروزش مبارک باشد. مبارک باشد. از نام آنا جانشان مهربان بانو آن نفره که از همه شیرین خاندان هستند. مهربان بانو امروز آیتیچه شدگی. البته برای انمه آیتیچه خاندان، برای خواهر نازنین که امروز زادروزی و کچشان بوده است، از نام آنا جانتان برای شما یک لختکی کلان، انمه خورچاقی کلان تیار کردن. من پیش شما میسپاریم. زادروزشان مبارک. و البته برای مدینه بانوی هم باز یک لختکی کلان از نام آنا جانشان. مرحمت قبول کنید. مبارک باشد. زادروز مبارک. و البته از نام صداقتانه، از نام صداقت خلا، از نام امیر بابا باز یک تحفه زیبا داشتیم در اینجا. بیارید پدرکای نزدیکتر. مرحمت. سارانه امروز از همه انسان خوشبختترین شما هستید.
شما رو با فکرم خطا میکرده که سیده نبیره و ابیره های شما رو مگر روزی زادریزتان شوان اگر جا نمیرسد این ها یک تخصیل کردن همه ابیره های تبریک کنیم مرحبا. سلام علیکم مهمانان گرامی، خوش آمدتان در گاهی مهمان. من امروز در نجدین مدینه بونه بوده. آخه ممکن نموش ایسو بوده. مدینه بونه بوده. الهیم ایوره که من ساعت بدرویم دختری کلان شود، مکتبای کلان به داخل شود. که نکمدیم مسافره بگشتن ساخت سلامتا که کار کنه بیانن ایوره حضوره کشنه بینن بچه کم کده کشت پیر شود. شورم جان کده کنم سبیده کنم ساخت سلامتا که گردن الهی مکک با پسر بیران توی کنم لیوره توی کام لایق شویم ساله بندو نکا کنم لیوره کام با خوش آمدتون میمونکای کرامی، خوش آمدتون هم یکتون زکای نغز به همه کن هم یکم ندیدن خدا مونه همه لایق گردن بچه کامو کلان شما لایق رحمت هم یکتون با از آن رحمت تشکر میکنیم. صداقت خاله کنی شما مرحمت بیاید شما هم نزدیکتر. امروز زادروزی نبیره روزی خورسندی نبیره یک جای نزدیکتر میستیم نبیره رو دعا میکنیم بگذار کلام شود مانندی مادرشان مانندی آنا جان ها انسانی اصیل شوند. بگیم مرحمت شادیانه مدینه های رو تبریک و مبارکباد نموده و این عمری دراز صحت سلامتی و مدینه های کلان شود. دختری بغبال به معنی دستیار اول سارانه بعد آنای بابا شود. رحمت سلامت باشن. البته مهمانانی که آمدن مرحمت تکلیف میکنیم آنها را و البته شیرینی زیبا شیرینی تارتی شیرین را یک جای میبریم. مرحمت مرحبا یک جای میستیم. مرحبا مدینه بانو مهربان بانو همه ما یک جای شیرین را میداریم میپوریم از آن تناول میکنیم. مرحبا مبارک باشد. زادروز مبارک.
آمدن نزدیک رسیدن با یک تا دستی نبیره تارت خوریم کنی خدا خواهد در توی عروسیش علم خیلی شما صحنه و جلسه تبریک کردن نصیب کند زادروزی نبیره مبارک باشد مبارک باشد زادروز مبارک حاضر یک تا از مهمانان سخنهای تبریکاتی را شنویم سارانه کدامشان کلاسکام امروز مرحبا السلام علیکم مهمانان عزیز آمده به درگاه شاهرمزان به نوره به این سورویتی من از این فرصت استفاده بردم مدینه‌وی رو با این روز زادروزش از صمیم دل تبریک و مبارکباد می‌نمایم و این عمر دراز صحت سلامتی کلان شده دستیار پدر مادر شده بواید هستند الهیم چی نیت داره نیتاتون براس رسه سورویتی شما هم رحمت سر و بر شده گشتگیتون با رحمت سلامت باشید مرحبا السلام علیکم مهمانای عزیز حرمت کرده دهمی خانندان سارات گونمون آمده هم یکاتون خوش آمده نوره که دیده این دختره گلویم 100 ساله شود باباش کردی آنش با کلونش هم یکاشون دادش بیش به خدمتگار شود الهی دختره به منی کلون شود الهی با تویای کلون شخوریم هم یکاتون به رحمت خوش آمده نوره که دیده سارات گونمون با الهیم خدا حق بدره نورکاتون ایورکاتون الهیم همه با حضور دنیای حضور نوره چه السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده هماتون من درگاه نگینه و کجالم با من همه شارم با من امروز این مدینه بانه دین رجدینش الهیم خدایم تعالی عمری دراز دادگی باشه من همین نگینه هم راهی دور بستین کجال الهیم خاک گیره زر گرده الهیم همه نیتاتون برسه خدایم تعالی رسونه همه نیتاتون بر سارانه هم پیر و بدولت شده گردن همه خاندان با چی نیت نفس که باشه خدایم تعالی رسونه رحمت هماتون سلامت سلام علیکم هماتون با خوش آمده من امروز جانچی من مدینه بانی از زادروزش مدینه الهیم عمری دراز بینم همه وقت صحت سلامت کردن اویتین که پاچان خوشتی شوند وقتی هم نکایه دیده کردن هم اتما رحمت دادش که بیش و صبح سلامت گردن افهم که پاچمان خوشه پیر شوند یورتای مسافری و صبح سلامت تک چی نیته که داشتشان نیته کشون برسن اما وقت هم خیلی در سخونی مرادشون را دوستکو که یک شنه افهم صبح سلامت و این سال همه چه وقت تیرجدینش با هم یک کنون شنه رهایی امروزه مهربان مدینه بانه یک تا اما جانشون هم تبریک کنن کنیم مرحمت از نامی مادرشان مرحمت از راهی دور از نامی مادر جان آنه جانی تو آگوی خاندان تبریک میکنن مرحمت السلام علیکم من مدینه بانی امروز برشتنش الهیم 100 ساله شود مکتبای کلون بدرویا خدمتگاری دادای بیش شوی دانی این باید رحمت کلون هم خیلی نشسته تشکیل کدیم الهیم 100 بایم درویا دادم که تو خوشه پیر شوی الهیم رحمت کلون هم بودتون با خمده جاتون با رحمت سلامت باشن البته سارانه هم تا ادور نیا کنیم همه جوانه شما امروز اینجا با من اینجا با کلاسکام شده همه یه سر و برش بیرون تکلیف میکنیم سرود شیخ میمونیم زیرش پیشش با 8 مارت آمیز است نوروزی آمیز است امروز آغاز میکنیم بیرما یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم امروز شادیانه رو با یک درجه اعلی میگذارونیم مدینه بانو 120 ساله شوند گفته امید میکنیم دعا میکنیم مرحمت سرود شوق برای شما یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم
تو شب من تاریکه با من باشه عشقم تو یادم که به یاد تو هر شب آسون میدیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب بیا سوی من دل من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من شب من تاریکی با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسونی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب پوشن شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب پوشن شبهای من اومد تو دنیا من به تو عادت کردم رفتی من عشق خدا از تو شکایت کردم دست جلو دورت من شب تو را میخوندم تو من آدم میگفتی که بها میموندم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من بله مبارک باشه بستنی روی من گوشه روی من زمین زیبا باشی روی من بستنی روی من گوشه روی من زمین زیبا بستنی روی من گوشه روی من زمین زیبا باشی روی من بستنی روی من گوشه روی من زمین زیبا
بقای عمر انسان است فرزند، به جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او، مکافات زیزدان است فرزند. من بیننده های عزیز، تماشابینان ما، امروز بزم زیبا زادروز یک سالگی مدینه بانو را با آخر رساندیم. همراه شما عزیزان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشد که جماع شهنان در روزهای خورسندی پدر، مادران، نزدیکان، خویش و اقربا در خدمت شما شده آن لحظه های خورسندی را همراه شمایان به هم میبینیم و البته خود را احتیاط کنید.